إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. دوستای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستیم همه شما خوب باشین و باز هم شکر میکنیم. الحمدلله رب العالمین. حمد و ثنا و صفت میفرستیم به الله سبحانه و تعالی که باز هم برای ما و شما توفیق نصیب کرد که یک درس از درس های اعتقادی را گوش بگیریم و هر قدر که انسان درس های اعتقادی را میشنوه، اصلا کلمه عقد به معنای بستن است و درس های اعتقادی را به خاطر از عقیده توحید عقیده میگن که قلب انسان به الله وابسته میسازه. و اگر انسان درس های اعتقادی را درست یاد نگیره، یاد نداشته باشه، شیطان به شکل از اشکال قلب انسان رابطهش با خالق دور میسازه و به یکی از مخلوقات قلب از را وابسته میسازه، خواهی مخلوق جن باشه یا انسان باشه یا یک حیوان باشه. بنان به عوض از او که خالق خدا بشناسه و بر از او عبادت بکنه، برعکس از او برای حیوانات و به اینا چی میکنن؟ مخلوقات اما سر سجده و تسلیمی را خم میکنه. موضوع امروز ما و شما گفتیم که عبادت ها 6 قسم است. قبلا ما و شما خواندیم که عبادت های 6 گانه بود که عبادت فکری بود، عبادت قلبی بود، عبادت زبانی بود، عبادت بدنی بود، عبادت مالی پنجمی و ششمیش هم عبادت تشریعی یا قانونی بود که ما و شما ایره خواندیم. و امروز نوبت میرسه به عبادت های زبانی. یعنی انسان مسلمان میفهمه که در زبان بعض عبادت ها هست و زبان بسیار گناه ها داره، حتی بیشتر از 50 گناه داره و به این شکل عبادت های بسیار زیاد داره و بعض عبادت های زبان مربوط به عقیده میشه. یک بعض عبادت های عملی داره که مربوط به اعمال روزانه میشه که انسان مثلا بعضی اذکارها را میکنه، مثلا مربوط به اخلاقیات میشه. بعضی عبادت های زبانی که است مربوط به عقیده میشه مربوط به توحید میشه و اینمی هست که به حساب زبان بسیاری وقتا انسان از موحد گفته میشه و با اشتباهات زبانی انسان از دایره ایمان خارج میشه و مشرک گفته میشه. چرا؟ همین زبان که است ترجمان قلب است ترجمان قلب است و زبان ترجمان فکر و اندیشه انسان است. پس هر کسی وقتی چیزی در قلبش باشه، در فکرش باشه و در اندیشش باشه، او را امی قلبش زبانش رو تشریح و تفسیر میکنن. خب اینجا ما شما تقریبا در عبادات زبانی 12 قسم عبادت زبانی داریم. 12 قسم عبادت زبانی داریم که با زبان الله متعال عبادت میکنیم. منظور من عبادت های زبانی که مربوط به عقیده هست، اما دیگه عبادت های زبانی که مربوط به اخلاق میشه اونا هم بسیار زیاد هستن. خب اول میم در توحید در عبادت زبانی. بخش اولش توحید در حمد و ثنا و صفت است. توحید در حمد و ثنا و صفت چی هست؟ که یک انسان مسلمان در زبانش همیشه حمد و ثنا و صفت الله را میگه. مثلا ما و شما در آیت قرآن میخوانیم در سوره فاتحه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. پس اینجا الله متعال میگه حمد که از تمام صفات عالی و تمام صفاتی که به عظمت و جلال الله دلالت میکنن و تمام صفاتی که در او هیچ نوع نقصان نیست و تمام صفاتی که کمال است، بسیار صفات با کمال است. اینال این صفات عالی و این صفات بزرگ، اگه صفات مربوط ربوبیت الله میشه، مربوط الوهیت میشه، مربوط نامها میشه، این تمام صفات عالی مخصوص الله است. که الحمد
تمامی حمد و ثنا و صفات عالی کاملی که به جلال و عظمت الله شایسته است لله. اینجا لام علما میگن که این برای چی میگن اینجا لام برای اختصاص میگن و استحقاق میگن، دو کلمه رو استعمال میکنن. اینجا لام برای استحقاق میگن و برای اختصاص میگن. یعنی چی معنی؟ یعنی تمامی حمدی که به جلال و عظمت خالق شایسته هست مستحق از الله هست، کسی دیگه مستحق از نیست، حتی پیغمبران نیستن، حتی ملائکه نیستن، این مخصوص الله هست. این صفات با عظمت و صفات کمال این کلش چی هست؟ مستحق از یکی از الله هست. و گفتیم استحقاق و اختصاص. اختصاص چی معنی؟ یعنی مخصوص الله هست. این صفات عالی و با عظمت این کلش مخصوص الله سبحانه و تعالی هست. چی به شکل یک صفت باشه مثل صفت قدرت، عظمت، جلال، رحمت. این صفات چی به شکل یک نام از نامها اسما و صفات باشه مثل الرحمن الرحیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اینی تمام. و یا به شکل یک جمله باشه مثل خلق السماوات والارض یرزقکم، شما را رزق میده، و اذا مرضت فهو یشفین، شفا دهنده ما او است. پس اینی کل صفات به عظمت چی است؟ این مخصوص الله سبحانه و تعالی هست و مستحق از الله هست. الحمد لله. چرا این صفات، یا کسی پرسان میکنه از شما که این صفات چرا مخصوص خالق متعال است، تا چرا باید انسان ادب مراعات بکنه؟ برش میگیم چرا نگوین. حکمت چی هست در اینجا؟ حکمت چی هست؟ میگیم حکمت دیگه است که الله متعال میگه که حمد و ثنا و صفات مستحقش و تخصیصش برای الله هست، چرا که او الله معبود است، رب العالمین است، شما را ربتان است. تربیه اصلی شما از جانب از اوست. او شما را خلق کرده، در بطن مادر شما را تربیه کرد، جسم او برتان داد، روح او برتان داد، تمام اعضای بدن او برتان داد. و حتی اگر مادر و پدر هم شما را تربیه میکنن، چی از عامل از او الله هست. الله بر از او شفقت داده، مهربانی داده، قلب مادر پر عاطفه ساخته که 1 بجه شب 2 بجه شب از خواب بخیزه و فضلاتی طفل خدا پاک بکنه و برای شیرام بده و ایره بوسه هم بکنه و خو خدا هم ترک بکنه. این کلش چی است؟ اصل رب العالمین است که در قلب از این محبت جای به جای کرده، این عقل برازی داده، این هوش و شعور برازی داده. در غیر از او اگر نباشه، مثلا شما سعی کنید حیوانات بسیار خطرناک هستن، اما چگه خود بسیار با احتیاط همراهش برخورد میکنن. یعنی یک وقت شما اگر یگان حیوان سعی کنید، یگان پشک یا مثلا سگ، شما سگ قرار خودم یک بغل هم روی بدل انداخته و همین چشکایش در 12 دانه دیگه هم از چیز ازی هم استفاده کرده میره و این قرار هم حتی اسب ببینین، شیر ببینین، پلنگ ببینین. اینال رب العالمین الله هست. حتی در قلب از حیوان، این مادر که حیوان است، مؤنث است، ایو تو یک محبت الله در قلب از انداخته که حتی پای خود او اسب بلند میگیره تا که توسط همون پای از او هم چشکش اذیت نشه. و حتی بسیاری وقتا جان خودم میته تا که همون طفل ما، همون چشکه که من نجات پیدا کنم. و میفهمه یک حیوان درنده سرش حمله میکنه. مثلا مرغا رو دیده باشین که مرغ میفهمه که همین حیوان بسیار خطرناک است، لکن در مقابله میکنه تا هم چشکای خود نجات بده. پس تربیه کننده همه از اینا کی است؟ الله هست که رب العالمین است. به این خاطر الحمد لله رب العالمین. اینا مستحق حمد و ثنا و کسی ذاتی که برش حمد و ثنا مخصوص است و رب العالمین است. دوم قسم از عبادت های زبانی ذکر و تلاوت است. یعنی ذکر چی هست؟ که انسان مسلمان الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، یعنی الله را در قلب خود به یاد می‌داشته و در زبان خود الله را یاد میکنه. اینالی که مثلا ما میخیزیم میگیم یا الله، مینشینیم میگیم یا الله، ذکر الله را میکنیم و با تلاوت قرآن عظیم الشان اما عظمت الله سبحانه و تعالی را یاد میکنیم. پس این کلش چی است؟
این هم یکی از عبادات زبانی هست. این مخصوص عقیده خیلی را ذکر، به خاطر ازی که کسایی که مثلا عقیده به الله ندارن، شما دیده باشین یا گندو وقتی که میخیزن او صدا میکنه ای رام 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 میگه، یعنی او بت خود صدا میکنه، عوضی که الله را ذکر کنه یک مخلوق را ذکر میکنه. پس او شرک میره در چی؟ در ذکر. و به عوض که کلام الله را تلاوت بکنن، کلام مثلا مخلوقات و کتاب هایی که خودشان ساخته او را چی میکنن؟ میخوانن و تلاوت میکنن، عبادت میکنن. پس ما و شما با ذکر، مثلا هر ذکر که شما سال کنید، وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما تعلیم میده که صبح رسول الله صلی الله علیه و سلم از بعد از نماز تا طلوع آفتاب در جای نماز خود جای خود می نشستن و اذکار می گفتن و یاد میکردن الله سبحانه و تعالی که اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این کل اذکار که هست، این کلش اذکار توحیدی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما تعلیم داده. وقتی میگه که لا اله الا الله ذکر است، وحده لا شریک له ذکر است، توحید است. سبحان الله ذکر است، توحید است. الحمدلله ذکر است، توحید است. این قسم دوم از عبادات چی هست؟ و همچنان وقتی ما شما قرآن تلاوت میکنیم وقتی قرآن از میشان تلاوت میکنیم، در هر آیت قرآن ذکر است و توحید است، وحدانیت الله سبحانه و تعالی را بیان میکنن. هر آیت قرآن الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کل چی هست؟ ذکر الله، سیاد الله هست و وحدانیت الله هست. قسم سوم توحید در شکر است. مثلا ما و شما وقتی که شکر میکنیم الله سبحانه و تعالی را، این چی هست؟ این هم یک عبادت زبانی هست. پس حتی شکر علما میگن که این یک عبادت زبانی و بدنی هست. چه قسم شکر؟ یعنی شکر هم به زبان میشه و هم به اعضای بدن میشه. چه قسم شکر به زبان میشه و به اعضای بدن میشه؟ یعنی اصل شکر چی است؟ اصل شکر این است که وقتی شما هر عضو بدنتان مطابق حکم الله استعمال میکنیم، این قاعده هست. هر عضو بدن وقتی که مطابق حکم الله استعمال میشه، امو عضو بدن شکر اونمو امی انسان امو شکر امو عضو کرده. مثلا وقتی ما دست خدا به خاطر مطابق حکم الله در کار میپردیم، این میشه دست شکر دست کردیم. اگر از این دست خود استفاده منفی میگه، مثلا موبایل است ما سایل میکنیم، موبایل خود حرکت میتیم، اینجا آیات قرآن میبینیم، در حقیقت انی انگشت خود در چی استعمال کردیم؟ در عبادت الله استعمال کردیم، شکر ازیره کردیم. حتی علما میگه شما تسبیح نگیرین، قسمی که تسبیح بگیرین ذکر بکن، اگر چی منیس یک وسیله اگر برای حساب کردن استفاده شوید، علما میگه مشکل نداره، لکن میگه اصلا همراه انگشتایتان بگوین. چون هم به انگشتای میگه به خاطر ازی که هر انگشت انسان که است، وقتی شما میگین سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر، شما حتی شکر انگشتایتان، شکر زبانتان، شکر انگشتایتان چی کردین؟ ادا کردین. پس شکر یک عبادت است. هر عضو بدن خود انسان، چشم خود اگر انسان مطابق حکم الله استعمال میکنه، شکر چشم خود کردن. و اگر مخالف حکم الله استعمال میکنه، اینجا کفران نعمت کرده. شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. یعنی وقتی که شکر نعمت کنی، الله متعال این نعمت برای تو بیشتر میده و در آخرت هم میده. از این خاطر الله متعال میگه و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کسی که از یاد من اعراض میکنن، یعنی احکام را تطبیق نمیکنن، الله میگه برای دو جزا است. یک جزا در دنیا هست، یک جزا در آخرت است. در دنیا چی جزا برش داده میشه؟ میگه در دنیا برش معیشة ضنکا، زندگی بسیار تو خسته کن، زندگی بسیار با تشویش، زندگی بسیار خراب نصیب ازی میشه. شوهر که خانم خود رو جور نیست، پدر همراه اولاد خود، اولاد اطاعت از مادر پدر نمیکنن. پس این کلش علت چی است که فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمی. الله متعال میگه باز ما امی انسان حشر میکنیم در روز قیامت اعمی، نابینا.
چشم نمی داشته باشه. قال رب لما حشرتنی اعما، میگه ای پروردگار و این کس که الله گفتگو میکنه، میگه لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، چرا منو نابینا خلق کردی، من خود چشم داشتم. الله متعال میگه که لقد اتتک آیاتنا فنسیتها، یقینا که بر تو دلایل قدرت ما، احکام ما، قرآن و سنت بر تو آمده بود، تو قرآن هم فراموش کردی و سنت هم فراموش کردی. فکذلک الیوم تنسی، امروز فراموش شدی، بر دیگرها چشم داده شده، برای تو چشم داده نشده. تو حکم الله را فراموش کردی، امروز خودت فراموش شدی. پس همون نعمتی که بر دیگرها داده شد فراموش شدی، بر تو داده نشده است. این جزای زیده چی است؟ در آخرت است. پس ما مسلمان ها از هر عضو بدن خود مطابق حکم الله چی میگیریم؟ مطابق حکم الله استفاده میکنیم و او عضو بدن خود به حکم الله در کار میپردیم تا شکر از او عضو بدن خدا بکنیم. و اگر کدام وقت از پیش ما اشتباه میشه، فوراً به بارگاه الله توبه میکنیم و رجوع میکنیم و استغفار و مغفرت میخوایم تا که نشه که زیاد شه و زیاد شه و زیاد شه، ناشکری و ناشکری و ناشکری بالاخره انسان به هلاکت و بربادی بره. قسم چهارم توحید در دعا هست. توحید در دعا چی معنی؟ یعنی توحید در دعا این است که الله متعال میگه ادعونی. سکن یا آیت قرآن شما خوب دقیق ببین، ادعونی استجب لکم. الله متعال میگه ادعونی. سکن اینجا یک یا هست. این یا چی معنی میده؟ این یای متکلم میگن، یعنی علما میگن که ادعونی یعنی طلب دعا از ما بکنین. الله متعال میگه یعنی شما دست دعا را به بارگاه ما بلند بکنین. اینجا امر است، یعنی اینجا الله حکم میکنه که اگر موحد هستی، عقیده درست داری، دست دعا به هیچ کس بلند نکو، حتی به پیغمبر درود بفرست. اما وقتی که دعا میکنی الله میگه از ما طلب بکن. ادعونی استجب. ببین آیت قرآن دقیق متوجه شد، میگه ادعونی استجب لکم، شما از ما طلب بکنین، من اجابت شما را میکنم. من اجابت میکنم، یعنی المجیب پیغمبر نیست، المجیب ملائکه نیست. ابراهیم علیه السلام به وقت در آتش میپردن، ملائکه برش میگه ابراهیم علیه السلام کمک کار داری. در این لحظه که دیگه کورت آتش هست و ابراهیم علیه السلام در بینش میپردن، میگه ابراهیم کمک کار داری؟ میگه بله کمک کار دارم، لکن از خودت نه، از اون ذاتی که اجابت دعا میکنه و مرا در حالت میبینه و به حال من میرسه. در اون حالت ابراهیم علیه السلام از ملائکه کمک نمیخواد، میگه الله چون مجیب الله هست. این توحید میگن. این توحید میگه در چی؟ در دعا، که انسان مؤمن وقتی که دست بلند میکنه فقط به بارگاه الله بلند میکنه. و کسی که مثلا شما دیده باشین غیر مسلمان ها را، یکی دست به مجسمه عیسی مسیح بلند میکنه، یکی دست مثلا به پیش یک بت بلند میکنه، یک کسی دست به یک مخلوق و به قبر و به یا بلند میکنه. این کلش اینا در حقیقت او را در عبادت دعا که مخصوص الله هست شریک میسازه. چون الله متعال میگه ادعونی، شما طلب دعا از ما بکنین استجب لکم، ما از شما چی میکنم؟ دعای شما را اجابت میکنم. و حتی در بین ما و در بین خود الله متعال میگه واسطه قرار ندین. بر رسول الله سمیه که اذا سألک عبادی، شما یه آیت قرآن دقیق ببینین و بشنوین، و اذا سألک عبادی عنی، وقتی که بنده های من تو را سوال میکنه ای رسول الله صلی الله علیه و سلم عنی درباره من، فانی قریب. او میگه الله متعال میگه من به بنده خود نزدیک هستم، با علم خود، با قدرت خود، با صفت قیوم بودن خود، با صفت عالم الغیب خود، با این صفات خود، با قدرت و عظمت خود به بنده خود نزدیک هستم. حتی در آیت دیگه شما سعی در سوره قاف میگه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. الله متعال، ببین الله متعال وقتی که ضمیر جمع استعمال میکنه و نحن میگه، در حالی که در عربی انسان ما شما میگه انا من، اما الله متعال میگه و نحن. اینجا یعنی الله وقتی که عظمت و جلال خدا بیان میکنه با ضمیر جمع را میاره. در جایی که توحید بیان میکنه باز چی میگه؟ ضمیر مفرد میاره، قل هو الله هو. اما در اینجا الله متعال چی میگه؟ و نحن اقرب الیه من حبل الورید. الله متعال میگه ما با عظمت و قدرت خود به این بنده خود نزدیک هستیم، حتی از شارک گردنش با عظمت خود، با قدرت خود، با علم غیب خود برای این نزدیک هستیم. از این خاطر الله میگه از من طلب بکنید تا من سوالای شما را
خواهشات شما را، تقاضاهای شما را برای شما چی کنن؟ اجابت بکنه. و از این خاطر وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکرد همیشه به بارگاه الله رجوع میکرد که اللهم، و پیغمبرا را ببینید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. آدم علیه السلام میگه که ربنا اننا ظلمنا انفسنا. ببین ربنا، ای رب ما، اننا ظلمنا انفسنا. یونس علیه السلام در بطن ماهی چی میگه؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یا الله پاکی، تو پاک هستی و من از کسایی هستم که از پیش من لغزش اشتباه میشه. این علیه کلش هر پیغمبر ببینی به کی دست دعا بلند میکنه؟ به الله بلند میکنه. هیچ وقت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم به کدام مخلوق دست دعا بلند کرده باشه. وقتی ما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم باید مثل طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت بکنیم. قسم پنجم عبادت های زبانی استغاثه هست. استغاثه مثل دعا هست. پس چی فرق است بین استغاثه و دعا؟ استغاثه و دعا هر دوشان دعا هستن، لکن دعا در حالت عادی میشه. مثلا شما نماز میخواین، عبادت میکنین و شما هر وقت که هستین در نماز صبح، نماز پیشین، نصف شب و هر وقت برابر شود دست دعا و بارگاه الله بلند میکنین و از الله امور تقاضاهای خود طلب میکنین. این در حالت عادی وقتی که طلب میکنیم ایره چی میگن؟ ایره دعا میگن. استغاثه خیلی چی رو میگن؟ استغاثه طلب موت، طلب مدد، غوث، یعنی کمک کردن. اصلا اغاثه چی نمیگن؟ غوث آب میگن. یعنی وقتی که آدم بسیار تشنه باشه از یک کسی طلب آب میکنه. در سختی های بسیار زیاد که انسان به کمک الله بسیار نیاز داره چیغ میزنه، باز اینو چی میگن؟ استغاثه میکنه در حالت بسیار سخت. به می خاطر است وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه بدر مشرکین میبینه که تعدادشان بسیار زیاد است، سلاحایشان بسیار زیاد است، امکاناتشان بسیار زیاد است، رسول الله صلی الله علیه و سلم به بارگاه الله در غزوه بدر رجوع میکنه و چی میگه؟ دعا میکنه. حتی صحابه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم آنقدر دست خود بالا کرد و بارگاه الله طلب میکرد، دعا میکرد که حتی همون قدیفی که سر شانه مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، این میگه خطا خود و رسول الله هم دست خود میخواستم به طرف بالا کرده که یا الله، یا رب، این بنده های عاجزت، ما تعداد کمی هستیم و این کافرها دشمنای تو بسیار زیاد هستن و بسیار جنایتکار هستن و سلاحهای زیاد دارن و امکانات زیاد دارن و چند بنده تو هستن بسیار عاجز و فقیر و بسیار امکانات کم. به اینجا میگه حتی همین قدیفش الله متعال میگه استغیثون اذ، سکن آیت قرآن، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، وقتی شما استغاثه کردین به ربتان فاستجاب لکم، الله متعال بر شما اجابت کرد. باز دو آیت دیگه قرآن میگه الله متعال 1000 ملائکه، باز 5000 ملائکه، همین قسم ملائکه رو به مدد شما میفرسته که این ملائکه چی کنن؟ بیاین در غزوه بدر امرای شما چی کنن؟ کمک بکنن و دشمنای الله را چی کنن. پس اینجا استغاثه چی هست؟ در حالات سختی وقت انسان دعا میکنه باید زبانش به چی باشه؟ زبانش به طرف پروردگار و قلبش به طرف پروردگار باشه که یا الله من حالت سخت قرار دارم، مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم استغاثه کرد. و این یک عبادت زبانی